برنامه اخباری آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما از آن میشود. شلوگل خوجه هستم. سلام، نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 26 اپریل. наздикон мегӯянд Асадулло Исмоилов имом-хатиби масҷиди кӯчаи Яккачионри шаҳри Душанбе ки баъди ширкат дар маросими дафни матолиби тоҷикободӣ дастгир шуда буд, аз боздошт раҳо гардид. ҳуқуқдони тоҷик гуфт дастури шифоии мансабдорон оиди дар доираи оила гузарондани маросими ифтор қувваи қонунӣ надорад. талабот дар бораи маҳдуд кардани одамон нодуруст аст. ва хонаводаи дар шаҳри Кӯлоб иддао мекунад ки як киштӣ бо онҳоро аз манзили зист маҳруму 6 сол инҷониб иҷоранишин кардааст. хонаи маро дар гарав мондану манзили иstiqomati фарзандои маро омаде ки ҳамсоя пул кард. мулло Асадулло Исмоилов имом-хатиби масҷиди кӯчаи Яккачионри шаҳри Душанбе пас аз боздошт раҳо шудааст. дар ин бора имрӯз бародари ӯ Қадруддин Исмоилов ба радиои Озодӣ хабар дод. ӯ гуфт бародараш рӯзи якшанбе аз боздошт раҳо шуд ва ӯ ба дидорбиниаш рафт. Асадулло Исмоилов дар баробари дигар рӯҳониён аз ширкатдорони маросими ҷанозаи домулоик матолиби тоҷикободӣ буд ки шаби 19 апрел аз сӯи мақомоти интизомӣ боздошт шуд. гуфта мешавад ҳоло Асадулло Исмоилов дар хона бо аҳли хонаводааш қарор дорад, аммо талошҳои радиои Озодӣ барои анҷом додани суҳбати телефонӣ бо ӯ натиҷа надод, зеро наздиконаш мегӯянд ӯ ҳоло телефони мобилии ҳамроҳ надорад. рӯзи 22 апрел мақомот эълон намуданд ки Абдулҳақ Обидов сархатиби масҷиди ҷомеи ноияи Шоҳ Мансурро низ ҳамроҳи 4 нафар дастгир карданд. дар айни замон бо гузашти 3 рӯз аз ба озодӣ баромадани Дониёр Набиев ё бобои Дона то ҳол вазъи саломатии ӯ маълум нест. мақомоти тафтишотии Дониёр Набиеви 80 соларо ки ба 7 соли зиндон маҳкум шуда буд, бо назардошти бемории сел ва солхӯрдагӣ 23 апрел озод намуданд. хабарнигорони радиои Озодӣ имрӯз ба манзили бобои Дона рафтанд, вале наздиконаш аз суҳбат дар бораи ӯ худдорӣ варзиданд. пайвандон дар суҳбати бидуни микрофон чиҳо гуфтанд, ҳоло дар гузориши Раҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло мешунавем. دانیار نبیف یا بابای دانا حالا در منزلش در محله گلبوته ناحیه رودکی زندگی دارد. شادی نبیف برادر دانیار نبیف از همه گونه صحبت در این باره خودداری کرد و حتی به ما اجازه نداد که با دانیار نبیف نزدیک شویم و حتی اجازه نداد که ما منزلش را ثبت کنیم. ولی آنچه معلوم است پیوندانش گفتند که بعد از نیمه روز 23 اپریل دانیار نبیف را از یک محبس شهری وحدت شرطاً او را جواب دادند و دانیار نبیف از روی قانون در یک مدت معین باید خودش را از قید مقامات گذراند و مهلت این از قید گذرانی حدود 2 سال بوده است. نزدیکانش گفتند دانیار نبیف خود را حالا خوب حس میکند و آنها باید که او را طبابت کنند چون دانیار نبیف گرفتار بیماری سیل است. بازداشت دانیار نبیف واکنش های زیاد جامعه جهانی و سازمان های حامی حقوق را به میان آورد و مقامات بعد از 4 ماهی حکم زندانی او اخیرا او را آزاد کردند و وکیل دفاع دانیار نبیف گفت که به خاطر پیرانسال بودند و هم به خاطر بیماری سیل داشتند دانیار نبیف را آزاد کردند. قانون در تشدید کرد اگه مطلع وقتی که بیمار باشه بس 3 سال بینابر میگن شرطا ممکنه پیش نظرت وضوح کردن است. نزدیکان دانیار نبیف گفتند که بعد از خوب شدن وضع سلامتیش ممکن است که با مطبوعات صحبت کنند، ولی حالا ما تماس مستقیم با خود دانیار نبیف نداریم و تنها از زبان نزدیکانش میدانیم که سلامتی او خوب است. رو می‌ریم با موضوع دیگر. هفته گذشته رئیس کمیته دینی تاجیکستان در پارلمان تغییرات به قانون تنظیم انعنه را معرفی کرد و بعد بیرون شدن از جلسه به خبرنگاران گفت افطار باید در دایره اویله گذرانده شود. اما کورشینوسان میگویند چنین مеъёр زمانی به حکم اجرا می‌دارد که آن را پرزیدنت کشور امضا کرده باشد. تفصیلات در گزارش همکارانمان کیومرث سیادا. گلیماه تصمیم گرفت است که این شام برای افطار شوربا و آش پلو و اگر وقتش رسید نان پزد. به گفته این ساکن جماعت سغدیان ناحیه وحدت، شام نزدیکان و چند همسایه برای افطار به خانه آنها می آیند. در ماه رمضان در دهه‌های تاجیکستان مردم یک یا چند روز برای افطار پیوندان خود را دعوت می کنند و در روزهای دیگر به مهمانی آنها می روند.
گلیماه میگوید خرج زیادتی نخواهد بود، چون امروز شما مهمانداری میکنید و فردا آنها شما را دعوت میکنند. گلیماه باور دارد که همیشه چنین بوده است. دوره‌ای که خسرومون زنده بود، خشتامونمون زنده بود، هم کمی کردن کلونو کی خیلی کمتر نظر پیشتن رو هست میکردیم گوسفند میکش خسریم ما. هنوز معلوم نیست که آیا مقامات میتوانند دعوت برای روزه‌کشایی و یا افطار را منع کنند یا نه. سال 2007 قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی قبول شد و در آنجا ترتیب برگزاری مراسم ختنه و روز تولد را ذکر کردند. معرکه هایی که تنها در دایره خانواده گذراندن ممکن است. قانون همچنین توی ها را تنظیم می کند، از شماره خوراک های روی میز گرفته تا تعداد ماشین ها. در برگزاری مراسم دفن و عزا و زیارت حج و جشن‌های دیگر دینی و دنیوی نیز محدودیت‌ها تعیین کردند، ولی درباره افطار چیزی گفته نشده است. رئیس کمیته دین چند روز پیش بعد از جلسه پارلمان افطار را مراسم در دایره عائله نامید، ولی تفصیلات نداد. افطار در دایره عائله. حقوقدان شاکرجان حکیموف میگوید فعلا برگزاری افطار من نیست، ولی اگر منصبداری بلندپایه آن را به زبان آورده است پس ممکن است که جاری شود. شاکرجان حکیموف گفت دستور شفاهی منصبداران قوه قانونی ندارد و فعلا ساکنان میتوانند که با دلپوری به مهمانی بروند. طبق ترتیبی مقرر شده آن را پرزیدنت کشور قبول و یا امضا نکرده است و اعتبار قانونی ندارد، زیرا هنوز در مطبوعات دولتی نشر نشده است. طلبات درباره محدود کردن آدمان نادرست است. قانونی بحث برانگیز درباره تنظیم عنعنه‌ها و مراسم ملی که برگزاری اکثر معرکه و اطها را محدود می‌کند، سال 2007 با تشبث پرزیدنت امام علی رحمان قبول شده بود. آنگاه این تشبث را غمخواری در حق ساکنان کشور نامیدند. هر سال مقامات ادعا میکنند که تاجیکان به شرافت این محدودیت‌ها صدها میلیون سامانی را صرفه میکنند. اولا این اصول با هدفی از جهت علمی معین دقیق و اثبات کردن پس‌اندازها از جانب شهروندان و اتحادیه‌ها تهیه نشده است. برعکس قسم درآمد بعضی از سوبیکت‌های خواجگی‌داری که در بازار خدمت می‌رساندند کاهش یافت. شاکرجان حکیموف میگوید برای قبول قانون و یا تهیه علاوه ها به آن وقت لازم است. و تخمین میزند که اگر مقامات در فکر منع افطار هستند پس تنها در آخر ماه رمضان این کار را میکنند، زمانی که تاجیکستانی ها در این مورد دیگر تشویش ندارند. شما برنامه خبری رادیو озодӣ رو тамошо доред. یک ساکن شهر ترسونزاده ادعا میکند که دادرسی از او خواسته است گناه را به دوش بگیرد و از جوابکاری آزاد کرده خواهد شد. نرزولو کریمов به دستدرازی به یک زن همدیه‌اش متهم است. در دادگاه شهر ترسونزاده باشد ادعای مرد را انکار کردند. ادامه در گزارشی علیشیر ظریفی. همون شب 2019 27 سپتامبر آشخانه داستان را آمدیم. بعد از بیرون شدن نرزولو کریمов از آشخانه داستان، داستان زندگیش دیگر شد. با نقل او پیشخدمتی که همراهش بیرون شد وی را بعد دستدرازی نسبتش تهمت کرده است. که اکا طرف پالگ نکمیرد ما گفتم ها با که طرف پالگ نکرد گفت منم قطع میرم گفتم که برای یگون کس کتی برای با که اکا گفت شما آدم میفهمید که تو همجا را بسیار کنی کاری ثواب است. و خر رفتیم کمتر روشنی تاریکی بود. بعد تو هم پالینه گسیل کردم حق گذراندم بعد خشت از زمین پرتو از زمین پرتو برداشتم تو چیکار کسی بعد که چیز میگذره میره گفت. بعد این نرزولو کریمов ماه می سال گذشته برای حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی در نسبت سیاره علیمова ساکن شهر ترسونزاده به 5 سال زندان محکوم گردیده است. اما دادرس او را شرطاً از ادای جزای حبس آزاد نموده است. دادگاه با گذشت 1 سال دوباره این پرونده را به محاکمه گرفته است. در دادگاه شهر ترسونزاده گفتند بررسی پرونده او در چارچوب قانون و عادلانه ادامه دارد. به قول کریمов نفری که پافشاری دارد او گناه را به گردن گیرد دادرس است که قبلا نسبتش حکم اعلان کرده بود و بعداً حکم بیکار شد. حالا بررسی پرونده از سر نو گرفته شده است. روز 20 اپریل به مرافعه دادگاهی نرزولو کریمов خبرنگاری رادیوی آزادی راه داده نشد. در این نهاد از پیشنهاد هر گونه اطلاع درباره پرونده او خودداری کردند. به همسر عیبدار شونده نیز اجازه وارد شدن به مرافعه دادگاهی شوهرش را ندادند. با این از 2 ماه شد که گشته دلش آغاز شده است. خیرات کردند.
هر روز مرافعه یا روز دو بار هم مرافعه میکنن لیکن نمیمونند در آمدن ما را. اما سیاره علیمова در یک صحبت کوتاه بدون نوار با رادیو آزادی گفت نرزالله کریموف با وی اجباراً دستاروزی کرده است. تشخیص سودی طبی حالت دستاروزی به ناموس این زن را تصدیق کرده است. حالا درباره سرگردانی یک خانواده در ولایت ختلون برایتان قصه میکنیم که بر عوض 4000 سومانی از وام بالای سرش محروم گشت و گفته این خانواده 6 سال این جانب دنبال عدالت میگردد، اما طور معلوم میشود دادستانی که تو این مدت زیر عریضه های آنها امضا گذاشته است از این قضیه خبر ندارد. محمود جان رحمتزاده با جزئیات بیشتر. این زن خانه‌اش را از دست داده است و اکنون در بدر مقامات میگردد تا ارزش را شنوند. خیرنسا بزرگ و میگوید با همه اهل اویلش قربانی قلابی شده است، ولی مقامات حفظی حقوق نمیخواهند حق را به حقدار رسانند. 6 سال پیش اویله از همسایش 4000 سومانی قرض میپرسد. همسایه پیشنهاد میکند که خانه آنها به گرو گذاشته شده از شخصی سوم قرض بیشتر گیرند. تجارت کرده همه حکمتالله کمالوف نفری که در شهرنامه پول گیرنده است در صحبت حضوری اقرار شد که در واقع او پول گرفته است، ولی گفت که پول گرفته او از موجی گل پیرمشوی و نه 13 بلکه 6000 دلار بود. موجی گل پیرمشوی گفته کمالوف را در صحبت تلفنی رد کرد و گفت که او نه 6 بلکه 13000 دلار به کمالوف در حجره کاریش داده است و این پول در یک سال با بهره اش به 60000 دلار رسیده بود. در دادستان شهر کӯلоб هم سهمی مرد به شکایت خیرنسا بزرگ و پاسخ دادند، اما رحمانعلی امامزاده دادستان شهر کӯلоб از قضیه خیرنسا بزرگ و اظهار بیخبری کرد، هرچند ده ها جوابهای رد شده شکایت خیرنسا را امضا گذاشته است. چون این پاسخ از شعبه کارهای داخلی نیز به دست خیرنسا رسیده است. از دست رفتن منزل شوهر خیرنسا را برای دریافت قوت لایمات به دوشنبه برد. اکنون همسر او در بدر مقامات میگردد با امیدی که یک روز کسی ارزش را خواهد شنید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بالا بینندگان عزیز، با رادیو آزادی باشید. برنامه امروز رو باشد من به پایان میرسونم. تشکر از هر یک شما از آنکه تا این لحظه ها مرا همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر از این در وبسایت رادیو آزادی گذاشته میشد. فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدارتون.